صد سلام و 200 درود به همه بیننده های همیشه حاضر موشکاف. دوستان، حرفای علی گدا سر قبر امام جهنمیشو یادتونه؟ آره همون که از اختلافات فرعی و سطحی میگفت، یادتونه؟ سرگرم شدن به اختلافات در داخل کشور، اختلافات فرعی و اختلافات سطحی ما رو سرگرم بکنه، در مقابل هم قرار بدهد، تعارض به وجود بیاورد، از مسائل اصلی و از خطوط اصلی ما رو غافل بکنه. خب